خب سلام و عرض ادب دارم. صدای من هستش؟ سلام و وقت بخیر آقای دکتر. بعد صدا هست، خدمتتون هستیم. خب من با اجازهتون شروع میکنم. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همکارا، احتمالا همکارا پزشک هستند. قصد داریم توی 1 ساعت پیش رو در مورد اصول و مفاهیم اولیه صحبت بکنیم و یک مقدار هم شاید در مورد درمانهای دارویی در اختلالات مصرف مواد صحبت بکنم. اون چیزی که از لحاظ خود من خیلی اهمیت داره این هستش که ما به یه فهم مشترک و یه زبان مشترک در مورد اختلالات اعتیادی برسیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم از استهلاک ما جلوگیری میکنه در طولانی مدت وقتی بخوایم تو این فیلد کار بکنیم، همین که وقتی ما اصول اولیه رو بلد باشیم خیلی راحت میتونیم در مورد بیمار، در مورد اینکه چطور تصمیم گیری بکنیم در مورد هر بیمار و همچنین مسائل دیگه‌ای که مربوط به اختلالات اعتیادی و سیاست‌گذاری‌های اون هستش آشنا باشیم. خب پس بذارید اینطوری شروع بکنیم که ما وقتی داریم در مورد اختلال مصرف ماده صحبت میکنیم داریم در مورد یک پدیده تکاملی صحبت میکنیم. پدیده تکاملی از چه لحاظ منظورمون هستش؟ اختلالات اعتیادی از مسائلی هستند یا مصرف ماده در اصل از مسائلی هستند که یک گذشته بسیار بسیار طول و دراز دارن در تاریخ بشر. یعنی اینکه حداقل به قدمت اولین دست‌نوشته های بشر قدمت مصرف ماده وجود داره. از این رو هستش که ما وقتی می‌خوایم در مورد اختلالات اعتیادی صحبت بکنیم داریم در مورد یک مسئله صحبت می‌کنیم که لانگ پست، یعنی گذشته بسیار طولانی داره ولی تاریخ اون کوتاه است. یعنی چی؟ یعنی که اون چیزی که ما در مورد اختلال مصرف ماده، در مورد مصرف مواد به صورت دانش نوین در آوردیم اونقدر عمری ازش نمیگذره. یعنی اینکه ما در مورد اینکه چه مسیرهای بیولوژیکی چه مسیرهای نوروبیولوژیکی منجر میشن به اینکه فرد دچار اختلال اعتیادی بشه کاملا واقعا چیزی نمیدونیم. سعی داریم میکنیم یک مقدار مسیر رو روشن بکنیم، اما این که چه مکانیزم هایی به طور دقیق باعث کریوینگ فرد، ریلپس فرد و غیره و غیره میشه ما اونقدر دانش نداریم. بنابراین اون چیزهایی که ما اینجا داریم میگیم دانش ناقصی هستش که امروز در این زمینه به دست آوردیم و بعضی وقتا وقتی مثال برای شما من میزنم دارم برای ساده سازی حتی از اون دانشی هم که داریم، اون چیزی که دست پیدا کردیم به صورت استعاره گونه از بخش‌هایش استفاده میکنم. خب اینجا یک لوح مربوط به تمدن سومر داره از یک گیاهی یاد میکنه، نام میبره به اسم گیاه شادی یا اولگیل. احتمالاً مخدر هستش که این کتیبه بد نیست بدونید که حداقل 6000 سال قدمت داره و داره در مورد این صحبت میکنه که یک ماده‌ای بوده اینها در جشن‌ها استفاده میکردن و منجر میشده که مدام شاد بشن، شنگول بشن و بیان بالا. ولی این رو یادمون هستش که همیشه در دسترس افراد نبودن این مواد و به نوعی مصارف مذهبی یا مصارف در اعیاد و اینها داشتن و همیشه در دسترس افراد نبودن. بنابراین تا اینجا از این لحاظ به یک احتمالاً به یک توافقی دست پیدا کردیم که اختلال مصرف ماده یک پدیده هستش که ریشه قدیمی داره در فرهنگ اجتماعی و فرهنگ بشر. خب آیا این مصرف ماده، این گذشته طولانی در طول این سالها، در طول این گذشته‌ای که انسان داره آیا دچار تغییر و تحولاتی شده؟ آیا تغییر الگویی ما داشتیم یا همچنان همون مصرف مادی هستش که سالها و سالها وجود داشته و امروز هم ما با اون دست به گریبان هستیم؟ ببینید یک مسئله وجود داره، این که مصرف ماده یا اختلال اعتیادی یک تابعی هستش وابسته به مکان و زمان هستش و تغییر الگو
الگو در هر جامعه‌ای اتفاق میفته در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف. حالا توی اسلایدهای بعدی این رو یک مقدار به تفصیل و با جزئیات بیشتر براتون توضیح خواهم داد. میخوام در مورد اون ترند مصرف و گسترش مصرف در اروپا صحبت کنم که این مقدار آمار دقیق تر هستش. همونجوری که میبینید در این اسلاید داره میگه انواع و اقسام ما مواد رو داریم و این راه‌های مختلفی داره برای اینکه در جامعه و در سیستم پیاده بشه، ولی از ترندهای مختلفی برخوردار هستش در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف ممکنه یکی بر یکی دیگه سبقت بگیره. حالا بعدتر احتمالاً در ساعت دیگه روانشناس‌هایی که در زمینه اختلالات اعتیادی صحبت میکنند برای شما توضیح خواهند داد که برخی از مکاتب روانشناسی اعتقاد بر این دارن که نوع مصرف ماده رو فرد مشخص نمیکنه، اون ماده هستش که فرد رو انتخاب میکنه. به چه معنا؟ مثلا میگه در جوامعی که از یک اضطراب مزمن بهره میبرن، اینها معمولا میرن به سمت مصرف مخدرات. مثلا اون چیزی که حالا تو جوامع حالا شرقی یا بیشتر در خاورمیانه هستش، معمولا الگوی مصرف مخدرات هست. در جوامعی که حالا یک مقدار افسرده هستن، معمولا محرک‌ها هستن که گوی سبقت رو از بقیه می‌یابن. حالا برگردیم به این جدولی که پیش رویش هستش. این مربوط به گزارش ورلد دراگ ریپورت هستش در سال 2024 داره از 2012 تا 2022 بررسی میکنه که این تغییر الگوها به چه صورت داره. آیا ما همیشه از یک الگوی ثابت برخورداریم؟ این جدول داره میگه نه، ما از الگوی ثابتی برخوردار نمی‌شیم. یک نهایت اهمیت هست. همونطور که می‌بینید در پایین جدول اون رنگ آبی هروئین رو داره نشون میده. می‌بینید یک سیر ثابتی تقریبا داره، علت داره. ببینید توی کشورهای حالا اروپایی معمولا مخدرها به این راحتی در دسترس نیستش و مشکل اونها معمولا مخدرها نیستن. اما بقیه مواد رو می‌بینید که الان صدا نویز داره، من دیگه واقعا دیگه الان بهتر نشد. صدا بهتر شد دوستان، من سعی کنم بلندگوام قطع کنم. خب الان که صحبت نمی کردم، اگه اوکی شده ادامه بدم بنویسید، من چون دیگه صدا رو نمیشنم، اگه خانم میرزایی هم صحبت کنم متوجه نمیشم. الان صدا بهتر شده، ادامه بدم. بذارید یک بار من برم و باز وارد بشم. خب الان صدا به چه صورت هستش؟ بهتره؟ خب تا اینجا صحبت کردیم که ما تغییر الگوهامون وابسته به زمان و مکان هستش. در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف مصرف ماده از الگوهای مختلفی بهره میبره. همینطور که در این جدول میبینید مثلا در سال 2012 کوکائین در رده‌های پایین مصرف بوده اما میادش و در 2018 دومین ماده پر مصرف میشه و در نهایت 2022 تقریبا اولین ماده هستش که داره در اروپا مصرف میشه. بنابراین میبینید که ما با یک الگوی ثابت در جوامع بشری
از لحاظ مصرف ماده روبرو نیستیم. این به ما این رو گوشزد میکنه که اولا ما باید به عنوان کسی که در درمان اختلالات اعتیادی احتمالاً میخوایم وارد بشیم، باید این رو رصد بکنیم و هر لحظه خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه بتونیم سیستم رو شناسایی بکنیم و خدمات مناسب رو به افراد مصرف کننده ارائه بدیم و این رو هم در نظر داریم که همیشه یک الگوی ثابت نیستش. بنابراین ما با یک پدیده سیال روبرو هستیم که ضمن سیال بودن ریشه بسیار قدیمی در جوامع بشری داره. خب همین سیال بودن اون و همین ریشه قدیمی اون باعث شده که نگرش‌های مختلفی به اختلالات اعتیادی و مصرف ماده وجود داشته باشه. یکی از قدیمی‌ترین نگرش‌ها به اختلالات اعتیادی نگرش سنتی و کلاسیک به مصرف ماده هستش. در نگرش‌های سنتی همیشه نقش محوری رو برای مواد قائل هستند. میگن در جهان موادی وجود دارن که به هر حال این مواد اعتیادآور هستند و این مواد افراد رو معتاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی که فرد مجبور هستش هر روز بیشتر از روز قبل مصرف کنه، معمولا قادر به قطع نیست یا اگر قادر به قطع باشه این پروسه خیلی پروسه دشواری هستش و اثر ادامه مصرف این مواد هم اثرات بدتری بر روی افراد دارن. به زبان ساده تر یعنی که یک سری افرادی هستن که در نهایت افرادی هستن که بی اراده هستن، سوسونسور هستن، در یک کلام معتاد هستن. این افراد برای اینکه به حالت طبیعی برسن و بتونن کارکردهایی رو داشته باشن مجبور هستن یک سری موادی رو استفاده کنن. این مواد ممکنه به صورت قرص باشه، به صورت ماده گیاهی باشه، به صورت تزریقی باشه، اما اتفاقی که میفته اون فرد شاد و شنگول سمت راست رو ما در نهایت داشته باشیم. اینجا مثلا علیرضا مرادی ممکنه بگه آقا چه مرضی، خوبه چه اشکال داره، یه فرد یه ماده استفاده میکنه شنگول هم بشه، ما خودمون هم میریم مصرف میکنیم. اشکالش این هستش که در نهایت اتفاقی که میفته این افراد از قبلشون هم بی بهره تر و چه میدونم سست عنصرتر و به قول معروف معتادتر میشن. بنابراین نگرش های سنتی نقش کلیدی و محوری رو بر روی ماده استوار میکنن. یعنی ماده هستش که فرد رو به سمت بدبختی، به سمت اعتیاد میبره. بنابراین کلا در نگرش‌های سنتی نه فقط در اختلالات اعتیادی چیزی که وجود داره این هستش که میگه ما معمولا یک بیگ پرابلمی داریم، یک مسئله بغرنج بزرگی داریم که در اینجا مصرف ماده هستش، اما اگر زرنگ باشیم یه راه حل خیلی ساده یا سیمپل سولوشنی هم برای این مسئله بیگ پرابلممون وجود داره. اون هم چی هستش؟ در اینجا خب خیلی راحت هست و احتمالاً شما میتونید حدس بزنید هستش که ما میتونیم ماده رو حذف کنیم. اگر ماده رو به هر طریقی ما حذف بکنیم راهکار درمانی نه فقط بلکه راهکار پیشگیری رو هم ارائه دادیم. رو این نظریه و رو این حساب بودش که اومدن آمریکایی‌ها در دهه 40 و 50 میلادی سرمایه‌گذاری بسیار زیادی رو بر روی این رویکرد کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیان ماده رو از جامعه حذفش بکنن. خب نتایج این نگرش چی هستش؟ قبل اینکه به نتایج کار اونها بپردازیم این بودش که میگن مواد اون محور اصلی هستش. نقش سمی، مخرب و منفی داره. مواد در شکلگیری اختلالات اعتیادی بسیار مهم هستند. راه حل عمده درمان در نگرش‌های سنتی به خصوص در مورد اختلال اعتیادی این هستش که افراد رو دور از ماده نگه داریم و نوع ماده و علائم اختصاصی اون هم خیلی خیلی اهمیت داره. خب عرض کردم در دهه 40 و 50 میلادی آمریکایی‌ها اومدن سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی بر روی مصرف بر روی این رویکردهای کاهش عرضه یا درمان‌های ابستیننس بیس یا اون چیزی که پرهیز مدار ما میشناسیم یا در کلام عامه به عنوان درمان‌های سمزدایی میشناسیم اومدن سرمایه‌گذاری کردن و مراکزی رو به اسم نارکوتیک فارم شکل دادن. بلا تشبیه شبیه این کمپ‌های ما هستش و معمولا این مراکز بزرگی بودن در خارج از شهرها اینا رو قرار میدادن، افراد رو میگرفتن میبردن اینجا، معمولا دسترسی به نوع ماده نداشتن. حالا در زمانهای مختلف 3 ماه 6 ماه هم چیزی که ما داریم دیگه، مثلا میگیم 3 ماه نگرشون میداریم و یه مثلا عاقلی میپرسه خب چرا 3 ماه؟ میگه خب 4 ماه نگرشون میداریم. بعد میگن خب چرا 4 ماه؟ میگه خب 8 ماه نگرشون میداریم. همینطوری حالا در زمانهای مختلف نگران می‌داشتن. اما اتفاقی که افتاد بعد از 1-2 دهه و هزینه‌های بسیار بسیار زیادی که انجام دادن
در نهایت این مسئله با شکست مواجه شد و دیدن که بروندهی ندارن. بنابراین اتفاقش افتاد در اینجا این بودش که تصمیم گرفتن که رویکردهای جدیدی رو امتحان کنن. یعنی معمولا کشورهایی که یک مقدار دانش بنیان فکر میکنن اینطوری هستش که راهکار غلط خودشون رو معمولا ادامه نمیدن و سعی میکنن یه راهکار جدیدی حالا پایه‌ریزی کنن و یک مقدار فکر کنن. بنابراین ما اگه بخوایم با رویکردهای جدید آشنا بشیم باید چند تا مسئله رو با خودمون حل بکنیم. اولا که منظور ما از درمان چی هست؟ یعنی یک تعریفی از تکنولوژی درمان داشته باشیم. اینکه اعتیاد چه تعریفی داره، عوامل و ریسک فاکتورهای دخیل در اعتیاد چی هستش و تاثیر این عوامل بر رویکردهای درمانی چی هست. من خیلی بر روی اینها تاکید دارم به خاطر اینکه اگر شما اینها رو به صورت مناسب یاد بگیرید، اینکه آره درمان فلان ماده چی هستش اونقدر سخت نیست. در نهایت آخر کلاس هم اگر وقت شد چند تا درمان‌های مثلا مربوط به الکل و چه میدونم حالا سیگار و اینها رو با همدیگه یه مروری میکنیم. اما هدف ما از درمان چی هستش؟ افروز تعریفت از درمان چی هست؟ امیر رضا، جواد. خب تا بچه‌ها بیان عدم بازگشت به قبل احتمالاً. ببین یکی از تعاریفی که ما از تکنولوژی درمان میتونیم داشته باشیم این هستش که عدم بازگشت به شرایط ماقبل. درسته؟ این پایه‌ای ترین و اتفاقاً بالاترین توقعی هستش که ما از درمان میتونیم داشته باشیم. مثلا مواد رو بذارید کنار. کلا در پزشکی وقتی ما میخوایم خیلی خیلی دیگه شاهکار بکنیم میگیم آقا ما یه کاری انجام میدیم که فرد دیگه برمیگرده بعد از این اقدامات درمانی ما برمیگرده به شرایط ما قبل بیماری. مثلا فکر کنید به تکنولوژی دست پیدا کردیم که مثلا دیابت داره فرد، ما میایم یک سری اقدامات درمانی انجام میدیم که فرد میشه همون فردی که قبل از دیابت بوده. یا چه فشار خون داشته، همه تاثیرات بدش رو گذاشته بر روی فرد، اون اند ارگان دمیج ها رو انجام داده، اما اتفاقی که میفته با اون تدابیر حکیمانه ما فرد برمیگرده به شرایط ما قبل بیماریش. خب این خیلی خیلی آرمانی هستش و خبر بعد این هستش که ما امروز این سطح از تکنولوژی رو تقریبا در هیچ کدوم از پایه‌های پزشکی، در هیچ کدوم از علوم پزشکی دست پیدا بهش نکردیم. یه زمانی قبل از کرونا فکر می‌کردیم که در مورد بیماری عفونی با به این سطح از تکنولوژی درمان دست پیدا کردیم، اما بعد از اینکه مباحث اندوفنوتیپ اومدش یک مقدار رو فهمیدیم که نه، ما فعلا به این سطح از تکنولوژی درمان دست پیدا نکردیم. بنابراین این رو فعلا بذاریمش کنار، بریم یک سطح پایین‌تر از تکنولوژی درمان یا یک تعریف پایه‌تر از تکنولوژی درمان رو ارائه بدیم. میگیم آقا ما میخوایم درمان کنیم. یعنی چی؟ میخوایم پدیده بیماری رو حذفش کنیم، پاک کنیم. گرچه یک سری ضایعاتی هم برای ما به همراه داشته. اگر بخوام یک مثالی از این براتون بزنم، مثل این میمونه که فرد یک آرتروز پیشرفته داره، تعویض مفصل زانو انجام میشه، پدیده بیماری یعنی اون مفصلی که دچار اختلال هستش رو حذف کردیم، اما به هر حال ممکنه درد داشته باشه فرد، چه میدونم یک مقدار پا بلند و کوتاه بشه، ممکنه یه مدتی دچار اختلالاتی بشه، اما در نهایت اون رفع پدیده بیماری اتفاق افتاده. همونطوری که گفتم ما به این سطح از تکنولوژی درمان دست پیدا کردیم. یعنی میتونیم با یک سری اقداماتی پدیده بیماری رو بشناسیم، رفعش بکنیم، اما خب یه سری محدودیت‌ها و ضایعاتی هم برای ما به همراه داره. اما قضیه این هستش که ما در مورد تمام بیماری‌ها به این سطح از تکنولوژی درمان و به این تعریف درمان دست پیدا نکردیم. البته در برخی از بیماری‌ها ما به این سطح از تکنولوژی دست پیدا کردیم، اما اونها هم برخیشون کاست بنفیت نیستن، یعنی سودمند نیستن. حتی در قضیه اعتیاد اومدن بعضی دیوایس‌های داخل مغز رو طراحی کردن که ممکنه بتونه بر روی کریوینگ یا وسوسه مصرف و اینها تاثیرگذار باشه، اما کاست بنفیت نیست و شاید نتونه شرایط زندگی عادی رو برای فرد فراهم کنه و حتی اون رو به هم بزنه. بنابراین حداقل در مورد بیماری اعتیاد و اکثر بیماری ها بیاید به یک سطح پایین‌تر از تکنولوژی درمان بسنده کنیم و اون چیزی نیست جز اینکه ما پدیده بیماری رو میشناسیم، نمیتونیم رفعش کنیم، اما حداقل کاری هستش که میتونیم کاهش بدیم.
برخی محدودیت هم برای اون به همراه داره. کاهش پدیده یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میتونیم سیر پیشرونده بیماری رو یک مقدار کند بکنیم، فرد رو ببریم داخل یک سیستم درمانی قرار بدیم، فرد کارکردهای اجتماعی، کارکردهای خانوادگی، کارکردهای شغلی و بقیه رو داشته باشه، ارتباطات بین فردیش رو داشته باشه و به هر حال برخی از محدودیت‌ها هم به همراه خواهد داشت. معمولا این افرادی هستند که یک زندگی تقریبا نرمال رو طی خواهند کرد. بذارید در مورد مثلا دیابت صحبت بکنیم. مثلا فردی که دیابت داره، ما درمان هامون رو شروع می‌کنیم، حالا درمان هایی که ممکنه مربوط به خوراکی باشه یا تزریقی باشه. فرد معمولا یه سیر طبیعی زندگی رو داره، تقریبا یک طول عمر مناسب رو داره اگر در سیستم درمانی رو حفظ بکنه. اما به هر حال ما وقتی مثلا چه میدونم متفورمین میدیم یا درمان های دیگه میدیم، ممکنه کتواسیدوز بکنه، ممکنه هایپوگلایسمیک بشه، ممکنه عوارض رو داشته باشه براش، ولی در نهایت معمولا افراد از این سیستم درمانی سود میبرن، معمولا کارکردهاشون دچار اخلال نمیشه، معمولا این افراد دچار صدمات اند ارگان دمیج به این راحتی نمیشن. حالا مثلا در مورد فشار خون هم به همین صورت است. ممکنه داروهایی که به فرد میدیم که یک درمان در اصل اینها درمانهای کنزرواتیو یا درمانهای حمایتی هستند. درمانهایی که به فرد میدیم ممکنه مثلا یک مقدار فرد رو افسرده بکنه، ممکنه عوارضی داشته باشه، اما در نهایت فشار خونش رو کنترل میکنه، چه میدونم از آمبولی جلوگیری میکنه، از ام آی جلوگیری میکنه، از سی وی ای جلوگیری میکنه و در نهایت پدیده بیماری رو کاهش میدن. آیا ما در اختلالات اعتیادی به این سطح از تکنولوژی درمان دست پیدا کردیم یا نه؟ علی به نظر دست پیدا کردیم؟ علی گلبهاری، به این سطح از تکنولوژی درمان ما دست پیدا کردیم؟ نه دیگه علی، ما به این سطح از تکنولوژی درمان دست پیدا کردیم. ما میتونیم یک سری درمانهای حمایتی طولانی مدت رو ارائه بدیم به فرد، پدیده بیماری رو کم بکنیم، اما خب محدودیت‌هایی هم برامون داره. مثلا درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، درمان نگهدارنده با متادون، درمانهایی هستن که ما در مورد اختلال مصرف مخدرها یعنی چی؟ تریاک، هروئین و از این دست ایجاد کردیم. میتونیم پدیده بیماری رو کم بکنیم، میتونیم تقریبا در سطح سلول رو به حالت طبیعی برگردونیم، به شرط اینکه فرد روی اون درمانش باقی میمونه، ولی برخی محدودیت هم براش ممکنه داشته باشه. به هر حالی از فرد عادی یک مقدار دچار مشکلات بیشتری خواهد بود، ممکنه یک سری از ارتباطات اجتماعیش دچار اخلال بشه، اما چیزی که وجود داره اینها معمولا به سمت بدتر شدن سیستم اعتیادیشون نمیرن، معمولا یک زندگی نرمال رو دارن، معمولا در شغلشون دچار اختلال نمیشن، در اجتماع دچار اخلال نمیشن و در نهایت ما پدیده بیماری رو کاهش دادیم. صدای من خب در اکثر بیماری ها و در اکثر مشکلات، در اکثر بیماری های پزشکی ما به این سطح از تکنولوژی درمان دست پیدا کردیم. از این لحاظ یک درمانگر باید حواسش باشه که ما خیلی هم بیهوده نیستش کاری که داریم انجام میدیم، اما چون معمولا بیماران اعتیادی بیماران مزمنی هستن، ممکنه یک مقدار شما رو به این فکر فرو ببرن که ما کار آنچنانی نمی کنیم. اما در اصل کاری که ما داریم انجام میدیم، اگر آمارها رو بررسی بکنیم میبینیم که کار بزرگی هستش. در این کلاس فکر نمی کنم من به اون مورد حالا به طور کامل بپردازم، اما در واقع اتفاقی که داره میفته این هستش که ما بسیار مفید داریم انجام میدیم کار رو، مثل درمان سایر بیماری‌های مزمن در پزشکی. آیا سطح دیگه از تکنولوژی درمان رو هم میتونیم تعریف بکنیم؟ حداقل در مورد اختلال مصرف ماده میتونیم یک سطح از تکنولوژی درمان رو تعریف بکنیم. یک سطح دیگه، پذیرش بیماری به شرط کاهش عوارض اون. یعنی چی؟ یعنی مثلا در خیلی این دیگه بیسیک ترین سطح از کاهش آسیب هستش یا سیستم های کاهش تقاضا هست. ما دو تا سیستم کلی در درمان اعتیاد داریم یا در رویکردها به اعتیاد داریم. یکی کاهش عرضه هستش که همون سیستم های پلیسی بگیر و ببند هست، یکی هم کاهش
تقاضا هست. همین سیستم های کاهش آسیب هستش که ما سعی میکنیم درمان های ارائه بدیم به فرد که از لغزش فرد جلوگیری بکنیم و سعی کنیم فرد رو حمایت کنیم. پذیرش بیماری به شرط کاهش عوارض اون یعنی که یک فردی میاد میگه آقا اسما من اصلا الا و بلا دوست دارم مواد مصرف کنم، به تو چه ربطی داره؟ مگه تو مسلم ما هستی؟ مثلا سارا میگه بابا بیا بذارش کنار، حالا از عوارض داره برات مشکل، میگه آقا من دوست دارم. میگه در پایه ترین سطح تکنولوژی درمان شما میتونید بگی باشه ما بیماری رو قبول میکنیم ولی سعی میکنیم عوارضش رو حداقل کم بکنیم. مثلا اعتیادهای تزریقی میان، اینها سعی میکنن که مکانهای امن تزریق برای اینها فراهم بکنن، یا مثلا سرنگ و سوزن، طرحهای سرنگ و سوزن رو ارائه میدن که سرنگی به اینها ارائه میکنن که یک بار مصرف باشه و هدفشون این هستش که حداقل از ایجاد عوارض و مشکلات بعدی جلوگیری کنن، حداقل سبب بشن که فرد دچار چی نشه، مثلا دچار اچ آی وی نشه، مثلا دچار هپاتیت ها نشه. حالا در کشور ما این طرح رو داشتیم، ما قدیما کاهش طرح سرنگ و سوزن رو داشتیم، به خصوص در سیستم های غذاییمون که واقعا شگرف بود، کار بزرگی بود. یعنی واقعا شما فکر نمی‌کردید اون سالها که این اتفاق بیفته، ولی افتاد و بسیار هم تاثیرگذار بودش. اما امروز اگر بخوایم، حالا مثلا نظر خود من هستش، اوپیوم تینکچر رو شاید بشه یا اون شربت تریاک رو بشه در این سطح از تکنولوژی درمان دست بذاریم. یعنی یه بیماری هستش که معمولا میاد میگه آقا من اصلا الا و بلا میخوام مواد مصرف بکنم، یا مثلا سنش یه جوری هستش که زیاد نیاز به ارتباطات اجتماعی یا ارتباطات شغلی نداره. این فرد رو شما میتونید بذارید اوپیوم تینکچر، ولی بهش اول میگید که آقا اگه شما داری میاری اوپیوم حواست باشه، من به تو نمیتونم گواهی بدم که شما عدم مصرف ماده دارید یا الان مثلا مصرف ماده نداشتید، چون از لحاظ حقوقی اینها خیلی مهم هستش. یا مثلا من این رو نمیتونم به تو بدم تو مثلا چند وقت بری مثلا یه مسافرت خارج از کشور. بنابراین حواسمون هستش اگر اوپیوم تینکچر داریم یک فرد رو میذاریم، معمولا باید فردی بشه که یک مقدار سنش از اون سن فعال جامعه باید دورتر باشه و افرادی باشن که زیاد احتیاج به یک آزمایش منفی نداشته باشن. اینا بیسیک ترین سطح از تکنولوژی درمان هستش. خب مثلا مهدیس میاد میگه آقا چه مرضیه، ما چرا باید اینقدر هزینه بکنیم؟ ما داریم مثلا بچه آدم زندگیمون رو میکنیم، اینقدر برامون هزینه نمیکنن. حالا ما باید بیایم برای یک مثلا معتادی که حالا تو نگرش سنتی هم دیدیم دیگه اصلا کلا هم آدمای به درد نخوری هستن هزینه کنیم. مهدیس این سوال برات پیش نیومده؟ برای کسی سوال پیش نیومده؟ اصلا ما باید اقدام بکنیم به درمان. برای چی باید اقدام بکنیم به درمان؟ خب چون کسی جواب نمیده، آه شما بزرگوارید. خب ببین آمریکایی اومدن یه کاری انجام دادن، این بودش که گفتن آیا درمان اختلال اعتیادی ارزش داره یا نه. اومدن خب یه مطالعه بزرگی انجام دادن، معمولا مربوط به اقتصاد سلامت هستش. اومدن خلاصه این قضیه این هستش که میگه ما اومدیم هزینه متوسط 1 سال کامل درمان نگهدارنده با متادون رو بررسی کردیم. توی آمریکا دارم عرض میکنم خدمتتون. میگه $4700 برای هر بیمار هستش. آره فروغ، این سوالای جذابی ما اینجا طرح $4700 هستش. میگه در حالی که هزینه 1 سال زندانی کردن یا مثلا درمانی که ابستیننس بیس باشه یا همون نارکوتیک فارم باشه برای هر فرد هولوش $24000 هست، تقریبا 1/12 هستش. بنابراین تو بیسیک ترین حالت میگه آقا ما 12 برابر داریم چیکار میکنیم، داریم سود میذاریم تو جیبمون از لحاظ اقتصادی و از لحاظ هزینه‌ای که بر روی سیستم درمان میذاریم. خب این رو بزنید در کنار اینکه بهره‌وری بیشتر در محل کار هستش، کمتر تصادف اتفاق میفته، چه میدونم مرگ و میرشون کمتر میشه. بنابراین گویا به سود هستش، یعنی سودمند هسته که یک جامعه‌ای برای درمان اختلالات اعتیادی هزینه بکنه. اما از یک لحاظ یک طرف دیگه بعضی اعتقاد دارن که اختلالات اعتیادی یا مصرف ماده یک پدیده مصری هستش و این آدما اعتقادشون بر این هستش که یک فرد مصرف کننده در طول عمر مصرفش حداقل میتونه 11 نفر رو درگیر اختلالات اعتیادی بکنه. بنابراین همه اینا رو که میذاریم کنار هم دیگه به این نتیجه میرسیم که درمان اختلالات اعتیادی و مصرف ماده حالا یه قسمتش هستش، چون چیزای دیگه هم هست، مثلا گمبلینگ هست، سکس ادیکشن هستش، چه میدونم
شاپینگ هستش، اینا همشون گویا به صرفه هستش و برای هزینه و برای سیستم درمانی کاست بنفیت هست. بله. خب حالا که اینها رو با اینا که من گفتم باش مشکلی که ندارید، یعنی موافق هستید. اگر موافق هستید که هیچی، اگه موافق نیستید سوالی براتون پیش اومده بپرسید، اگه تونستم جواب میدم، اگه نتونستم هم که میگردم جوابش پیدا میکنم بهتون میگم. با اینا مشکلی ندارید تا اینجایی که گفتم؟ خب مرسی. خب پس بذارید یک تعریف از اختلال اعتیادی رو هم ارائه بدیم. یک تعریف اگر بخوایم از اختلال اعتیادی ارائه بدیم، وحید من نفهمیدم موافق هست یا نه، ولی خب حالا اگه سوالی داری بپرس. تعریفی از اختلال اعتیادی و مصرف ماده اگر ما بخوایم ارائه بدیم، که این تعریف شما به عنوان یک درمانگر اختلالات اعتیادی باید بتونید یک تعریف ارائه بدید، هم ساده باشه هم همه فهم باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیمار بفهمه، خانواده‌اش بفهمن، وقتی با یه همکارت داری صحبت میکنی که تو این فیلد کار نمیکنه بفهمه، با بازرسی که میاد بفهمه که چی داری میگی و خیلی هم علمی باشه. در یک حالا کلمه یا در یک جمله میشه این رو توصیف کرد. اعتیاد یعنی loss of control، یعنی عدم کنترل. این واقعا در متون علمی خیلی جاها داره عنوان میشه، یعنی اعتیاد عدم کنترل هستش. اما چون شما درمانگر حیطه اختلالات اعتیادی هستید و درمانگرهای قابلی هم هستید، بنابراین یه ذره باید این رو پروپیمونش کنید. میتونید بگید عدم کنترل، بعد سوال پیش میاد در چی؟ عدم کنترل در جستجو به دست آوردن و مصرف ماده علیرغم تمامی مشکلات و معضلاتی که برای فرد به همراه خواهد داشت. بنابراین یادمون هستش اگر یک نفر از ما یک تعریف اعتیادی خواست، میگیم عدم کنترل. عدم کنترل یک تعریف علمی هستش، همه میتونن بفهمن و میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید با افراد دیگه. خب اینو که خب قطعا شما پزشکان جوانی هستید، از من بهتر میدونید تعریف DSMی هستش، بذارید از این بگذریم. اما خب مثلا تولرنس یعنی چی؟ تولرنس در مورد مواد خیلی کاربرد داره. معنیش این هستش که ببینید اینجا میگه آقا یه دونه قرص داره، حالا یا یک مثلا مقدار، یک واحدی از یک چیزی رو داره استفاده میکنه، تولرنس پیدا میکنه. یعنی اینکه برای اینکه به اون مقدار حالا سرخوشی برسه، به اون اثر اون یک واحد برسه، مجبور اینجا دو واحد استفاده کنه. وقتی که دو واحد استفاده میکنه، بعد از یه مدتی باز دوباره این اتفاق میفته و مجبور در یک سیکل معیوب به طور مداوم مقدار مصرف رو ببره بالا. خب تفاوت درمان‌های نگهدارنده بچه‌ها مثل درمان نگهدارنده با متادون با مخدرها در این هست. شما وقتی متادون رو دارید مصرف میکنید، من بیولوژی رو نمیخوام صحبت کنم چون احتمالاً استاد من جناب آقای دکتر زرین‌دست براتون اینو خیلی قشنگ باز میکنه و توضیح میده. اما این رو در گوشه ذهنتون داشته باشید. وقتی درمان نگهدارنده با متادون داره انجام میشه، معمولاً تولرنس اتفاق نمیفته. اگر تولرنس اتفاق میفته و های مریض داره میگه آقا منو به مقدارم ببر بالا، این یک جای دیگه‌ای داره کار میلنگه. حالا یا یک کوموربیدیتی داره یا یک مثلا نقص هورمونی داره که حالا مثلا شما اگر دیگه برید بخواید خیلی تو این فاز برید و مثلا مطالعاتتون بیشتر بکنید، اونجا مثلا ممکنه یه چیزایی پیدا بکنید. و یعنی در مورد درمان نگهدارنده با متادون که یک داروی طولانی اثر هست، معمولا شما تولرنسی ندارید. اینو در مورد اوپیوم تینچر نگفتم ها. اوپیوم نه، تولرنس ایجاد میکنه. خیلی باید حواستون جمع باشه، به خصوص اگه دارید در یک فرد جوان میدید، خیلی حواستون جمع باشه که این مقدار مصرف رو بالا نبره. اما در مورد درمان نگهدارنده با متادون، در مورد درمان نگهدارنده با بوپرنورفین که اینها آگونیست هستن به نوعی، این پدیده به وجود نمیاد. معمولا تولرنس وجود نداره. در مورد درمان آنتاگونیستی هم که خب مثلا من الان یه مدتی دارم روشون کار میکنم، اینم بازم تولرنس ما نداریم. خب بذارید از این بگذریم، بریم یک مقدار در مورد این صحبت بکنیم که لاس آف کنترل منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که فرد کریوینگ داشته باشه. یعنی ما وارد یک لوپی میشیم. به این صورت هستش که فرد ابتدا مصرف ابتداییش هستش، بعد ابیوز میکنه، تولرنس، دیپندنس میشه، ادیکت میشه و همینطور میره در یک سیکل عرض کردم اگه ببین متادون، حالا تو سطح بیولوژیش بخوای به صحبت کنی، ببین ما اوپیویدهای آندروژن داریم. اینها اوپیویدها خودشون یه مکانیزمی در سلول دارن که آن میکنن سلول رو، آف میکنن، بعد یک استراحتی به سلول میدن.
مثلا در مورد هروئین شما آن و آفاش اصلا دیگه شبیه حالت عادی نیست. می‌بینی مثلا سلول در تعداد زمان زیادی آن هستش، بعد آف میشه و تعداد گیرنده ها معمولا زیاد میشه. متادون شبیه ترین ماده هستش از لحاظ تحریک سلول به اوپیویدهای آندوژن بدن، بنابراین معمولا تولرانسی ایجاد نمیکنه. میگم اینها رو دکتر زرنیدس براتون خیلی خیلی خوب توضیح خواهد داد. خب این رو حواسمون باشه قبل از اینکه در مورد پاداش صحبت بکنیم، اینکه مواد مخدر در سیستم های کلاسیک هسته مرکزی رفتار اعتیادی بودن، اما هسته مرکزی رفتار اعتیادی در نگاه‌های جدید دیگه ماده نیستش. ماده اون اصالت رو نداره. چیه اصالت داره؟ میگه پاداش هست. هر چی که به شما پاداش بده از اصالت زیادی برای مصرف ماده منجر به مصرف میشه، منجر به این میشه که شما تداومش بدید. بخوام خیلی ساده این رو براتون صحبت بکنم، باید یک مثال غیر حالا اعتیادی براتون بزنم. مردم غذا خوردی؟ علی تو غذا خوردی؟ خب اگه شکمتون گرسنه بود، من مثلا در مورد من قرمه سبزی خیلی دوست دارم. قرمه سبزی صحبت می‌کردم که این که مثلا بیاید یه مقدار سالاد، مثلا سالاد شیرازی هم خیلی حال میده باش، بعد نمیدونم پیازی کنارش باشه، بعضی دوست دارم، منم دوست دارم. حالا بعضی با نون دوست دارن بخورن، خیلی مزه میده. یا اینکه مثلا چه میدونم محمد میگه که آقا من گوجه سبز خیلی دوست دارم، مخصوصا وقتی اینو میکوبن یه ذره نمک میزنن یا دلار بهش میزنن، به نظرم خیلی خیلی خوشمزه میشه. موافقید با اینا؟ یا مثلا مثال های از این دست دیگه، چه میدونم مثلا شما میتونید بیارید چه میدونم این لواشک و این چیزایی که ترش مزه هستن رو مصرف کنید، معمولا دهنتون آب میفته. اگه من تونستم دهن شما رو آب بندازم و ترشح بزاقتون پیاز به ترشح بزاقتون را بیفته، یعنی چی؟ یعنی که تونستم محور پاداشتون رو فعال کنم حسین. یعنی چی؟ یعنی که شما یک سیستم پاداش دارید در مغزتون، این پاداش داده، حالا یک بار به صورت نوستالژیک، الان نه گوجه سبزی وجود داشت نه قرمه سبزی، نه هر چیزی که شما دوست دارید، اما شما رو برد به سالهای گذشته. اینش تونست دوپامینتون رو به صورت ساده فقط دارم عنوان میکنم، فقط به خاطر اینکه سیستم پاداش رو بدونید. سیستم پاداش فقط دوپامین نیست، اما به صورت نمادین میگن آقا دوپامین. این دوپامینتون ترشح میشه، مقداری بزاق آزاد میشه. خب چه اتفاقی افتاده در اینجا؟ شما 50 واحد، مطالعات میگن وقتی که یاد غذایی میافتید و دهنتون آب میفته، 50 واحد دوپامین آزاد میکنید. این دوپامین واحد دارم عرض میکنم، اینا لوگاریتم هستش. یعنی چی؟ مثلا درجه هوای 27 درجه با 28 یا 29 درجه 2 درجه اختلاف داره، اما شما نمیتونید بگید چقدر اختلاف داره، چون 27 درجه ممکنه هوا خوب باشه برای شما، 29 درجه ممکنه شما بگید آخ پختم از گرما. بنابراین وقتی ما میگیم 50 واحد دو قرمه سبزی آزاد میکنه دوپامین، و یکی میگه آقا مثلا تریاک 150 واحد آزاد میکنه، خیلی اختلاف است، نمیدونی چقدره، فقط میدونی خیلی خیلی زیاد هستش. همونجور که گفتم، حالا مثلا تریاک 150 واحد داره دوپامین آزاد میکنه. ببینید یک لحظه فقط تصور بکنید، شما اگر گرسنه باشید، در مورد حالا یک ماده غذایی که دوست دارید فکر میکنید، دهنتون آب میفته، دوست دارید برید اون رو مصرف بکنید. یک فردی هم که مصرف کننده هستش، وقتی که میرسه به اون زمانی که حالا ویتراوال سیندرومش هستش و مصرف نکرده، 150 واحد داره دوپامین آزاد میکنه. یعنی حواستون باشه اگر یک فرد هروئینی میاد بچه‌شو میذاره یک جا گرو که مواد بگیره، این از این نیستش که بچه‌شو دوست نداره. این اولا که مهارهای برداشته شده و این سعی میکنه در سریعترین زمان ممکن به خواستش برسه، و در مرحله دوم هم نیستش که قدرت ماده رو داره نشون میده. ببینید داره 150 واحد، یعنی فقط همینطور نگاه کنید 100 واحد لوگاریتمی داره بیشتر ماده آزاد میکنه. خب بیشترین مقدار دوپامین در کجا آزاد میشه؟ فاطمه میدونی چی بیشترین دوپامین رو آزاد میکنه؟ چقدر؟ سارینا، محمد رضا، من این ستا رو میبینم. ببینید بیشترین مقدار دوپامینی که آزاد میشه، مطالعات نشون میدن مربوط به شیشه است یا متامفتامین هستش. حالا چه مقدار هستش؟ 1200 واحد. اینا مطالعات چی هستش؟ مطالعات میکرودیالیز هستش. بنابراین حواستون باشه. این که میگن آقا بهتره شما سراغ امتحان هر چیزی نرید، یعنی که آقا شما اگر یک بار شیشه رو مصرف بکنید دیگه تقریبا آدم قبل نمیشید. چرا؟ چون مقدار دوپامینی که آزاد میشه با هیچ چیزی که شما در دنیای عادی
مواجه میشید و میبینید قابل مقایسه نیستش. بنابراین این رو باید همیشه متذکر بشید به بیمارتون، به خانواده اون، که آقا خیلی حواست جمع باشه. اینطوری نیستش که یک بار مصرف باشه. بعضی وقتا شما یک بار مصرف میکنید تا آخر عمرت مجبوری به خاطر اینکه فکر میکنی به اون سطح دوپامین دست پیدا میکنی مصرف بکنی. حالا مثلا شکیبا میگه بابا خب چه مرضیه، خب ما الان مثلا دوپامین مثلا قرمه سبزی تو ذهنمون اومد اینقدر کیف کردیم، خب چه اشکالی داره حالا یه مقدار حالا بیشتر باشه، مثلا همون 150 واحد، ما نمیگیم 1200 واحد، 150 واحد رو بذار آزاد کنیم، ما که هیچ خوشی نداریم، یه مقدار کیف کنیم با این. عاطف تو موافقی با این حرفی که شکیبا میزنه؟ خب چه مرضیه واقعا، چرا باید جلوشون؟ صدامو دارید؟ خب عادت و وابستگی بیاره علی، خیلی هم مشهره که خب همش داریم کیف میکنیم. خب چرا سنگ به سنگ بند نمیشه؟ مثلا ما قرمه سبزی یادمون افتاد مشکلی پیش اومد. خب الان که صدامو دارید دیگه. نه قضیهش این نیستش. ببین ما منابع دوپامینمون محدود هستش، یعنی ما یک مقدار محدودی دوپامین داریم و وقتی که با بیل میزنی تو این نورون پرسیناپسی و میریزی توی فضای سیناپسی، مقادیر زیادی وارد اینجا میکنی و اتفاقا بازجذبش هم دچار اخلال میکنی، بعدن چی میشه؟ بعدن دچار مسئله میشی، دوپامینت کم میادش و اشکالی که ایجاد میکنی این هستش که شما منابعت که کم بیاد، معمولا حتی مصرف کننده شیشه رو که میذارید کنار، این فرد دیگه معمولا فرد عادی نمیشه، یک افسردگی معمولا مزمن داره. خب من سعی کردم به زبان ساده اون پاداش رو براتون توضیح بدم، اما خب اینجا داره میگه که پاداش و محور پاداش کجاها رو داره. تونستم براتون توضیح بدم، پاداش براتون جا افتادش، اگه سوالی هست همینجا بپرسید. خب ببین محور پاداش، سیستم پاداش کجاها رو معمولا میگن؟ ببین اینها به صورت نمادین هستش اما خیلی جا رو درگیر میکنه، اما میگن نوکلوس آکومبنس اون مرکز پاداش هستش، ونترو تگمنتال ایریا هستش و در نهایت پرفرونتال کورتکس هستش که اون نماد بیرونی، اون روی اون چیزی که رفتار بیرونی رو این نشون میده. به چه صورت هست معمولا؟ میگه معمولا ونترو تگمنتال ایریا تحریک میشه، میاد در نوکلوس آکومبنس دوپامین رو آزاد میکنه و در نهایت پرفرونتال کورتکس اون رفتار رو نشون میده. خب آیا سیستم پاداش بد هستش؟ سیستم پاداش سیستمی هستش که چرا اصلا یک پدیده تکاملی هست؟ به خاطر اینکه اصلا منجر به حیات میشه. شما یعنی اگر پاداشی که از سکس داره فرد میگیره، از آب میگیره، از غذا میگیره یا از برخی از فعالیت های طبیعیش میگیره وجود نداشت، نسل بشر منقرض میشدش. بنابراین پاداش برای ادامه حیات کافی هستش، تلاش برای اینکه بره جلو وابسته هستش به این پاداش. اما بعضی داروها هستن که به خاطر عللی که براتون عرض کردم پاداش های مصنوعی ایجاد میکنن و اینها هستن که درد سرساز هستن. همونطور که گفتم ونترو تگمنتال ایریا هستش که تحریک میکنه دوپامین رو آزاد شدنش در نوکلوس آکومبنس و در نهایت اون یوفوریا یا سرخوشی در پرفرونتال کورتکس به صورت یک رفتار خودش رو نشون میده. میگه اکثر مواد این پروسه رو طی میکنن، یعنی مثلا هروئین، الکل، حشیش یا بقیه مثلا نیکوتین میان این کار رو انجام میدن. این اسلاید رو بذارید بگذاریم. اما میگه برخی از مواد اصلا یه ذره متفاوت تر هستن. مثلا چی؟ مثلا میگه شیشه یا هم متامفتامین و کوکائین یک مقدار متفاوت هستن. اینجا اومده براتون نشون داده تو این شکل. ونترو تگمنتال ایریا رو حذف میکنن و قضیه دیگه هم که اتفاق میفته این هستش که علاوه بر اینکه مقادیر زیادی دوپامین رو آزاد میکنن تو فضای سیناپسی، از بازجذبش مثلا شیشه جلوگیری میکنه و نمیذاره دیگه بازجذب بشه در اون نورون پرسیناپتیک. صدا رو دارید دوستان؟ صدا هست؟ بله.
مرسی. اسلاید بعدی هم باز همین رو داره براتون نشون میده. میگه آمفتامین و کوکائین یادتون باشه متفاوت از بقیه هستن. اون قضیه رو دنبال نمیکنن که بیان مثلا ونترو تگمنتال ایریا رو تحریک کنن، مستقیم میرن روی اون مرکز پاداش و اونجا رو دچار اخلال میکنن. این اسلاید بعدی رو حالا براتون توضیح دادم، داره در مورد اون ریوارد صحبت میکنه. نگاتیو و پوزیتیو رو هم حالا سعی میکنم براتون بگم. نگاتیو رینفورسمنت یعنی که شما اون کسی که مصرف میکنه به خاطر اینکه میخواد اجتناب بکنه یا فرار بکنه از تاثیرات منفی. آره شکیبا یه لحظه من تلفن زدن قطعش کردم. مصرف ماده رو داره. پوزیتیو وقتی هستش که مصرف میکنه که بیاد بالاتر از حالت عادی، مثلا نشه بشه. حالا توی اسلاید بعدی این رو همجور نشون داده که میگه ببین ما در ابتدای مصرف ریوارد داریم، یعنی پوزیتیو رینفورسمنت داریم، یعنی حالمون خوبه، سرخوشیم، کم کم این میاد پایین و پایین تا اینکه ما نگاتیو رینفورسمنت میگیریم، یعنی مصرف میکنیم که حال بد نداشته باشیم. در نهایت یه جا میاد قطع مصرف اتفاق میفته، اما متاسفانه بعد از اون ریلپس یا عود اتفاق میفته. این رو به زبان ساده خودم براتون کشیدم. میگه ببین اون قسمت بالا، اون روشنه یا قرمزه حال خوبه، بالاش میشه نشگی، اون آبیه حال بده، پایینش میشه خماری. میگه آدمای عادی این وسط هستن، یعنی بین این دوتا خط هستن و معمولا نوسان زیادی نداره. حالا چی بشه، مثلا شما یه جشن شرکت کنی بری یه مقدار به اون خط قرمز نزدیک بشی، خدای نکرده کسی فوت کنه بیای به این خط آبیه نزدیک بشی. اما وقتی مصرف ماده اتفاق میفته فرد از این خط قرمز میزنه بالا، میاد سرخوش میشه. این برای بارهای اول، یعنی بارهای اول مصرف معمولا فرد دچار سرخوشی میشه، شنگول میشه، بهتر صحبت میکنه، ارتباطات اجتماعیش بهتر میشه، توی مجلسی بلند میشه مثلا میرقصه، چون مهارهای مغزی برداشته میشه. اما کم کم حالا بسته به نوع ماده کم کم این تأثیره میاد و فرد حالا اگه مصرف کنه یه ذره سرخوش میشه، اما اگه مصرف نکنه میاد میفته تو این وضعیت خماری، چون در باره اول مصرف فرد خماری رو تجربه هم شاید نکنه. بعد یواش یواش طولانی تر که میشه، مصرف فقط به خاطر این هستش که فرد بتونه کارکردهای عادیشو اونم در سطح پایینش حفظ بکنه. بنابراین اینجا دیگه نگاتیو رینفورسمنت هست، یعنی مصرف میکنه تا بتونه خودشو بکشه و بیاد جلو. اینها اختلال اعتیادی بود به زبان ساده، یعنی سعی کردم پاداش رو برای شما توضیح بدم و اینکه یه ذهنتون هوشیار باشه. یک مصرف کننده اینطوری نیستش که آدم نادانی باشه که مثلا یک ماده که خیلی خیلی بد هستش میاد مصرف بکنه. خیلی اینجوری گول میخورن. چرا؟ مثلا میگه آقا ببین اصلا این ماده آشغاله، تو چرا مصرف میکنی؟ بعد میگه خب بذار من یه بار مصرف کنم بهت نشون بدم که آشغاله. خودش مصرف میکنه و میفته تو این بازی. متوجه هستید؟ یعنی مصرف ماده دچار پاداش میکنه فرد رو، در نهایت این پاداش منجر به بدبختی فرد میشه. حالا اگر تا الان با این چیزایی که من بهتون گفتم موافق بوده باشید، یعنی شما به مکتب و رویکرد کاهش تقاضا پایبند هستید و اعتقاد دارید که یکی از پایه‌ترین اصول اون کاهش آسیب هستش. در کاهش تقاضا میگه ادیکشن یه بیماری کرونیک مدیکال دیزیز هست، یعنی یک بیماری پزشکی مزمن هستش. خب این به چه معناست؟ اینایی که دیگه حالا توی اینا میاد براتون گفتم دیگه. یه بیماری پیچیده است، قابل درمان منحصر به فرد وجود نداره، درمان باید در دسترس باشه. اینو بذارید بگذاریم. یه درمان دارویی یک عنصر مهم هستش، ولی باید یادمون باشه که باید با مداخلات غیر دارویی اینو تلفیقش بکنیم. باید حواسمون به اختلالات همبود یا کوموربیدیتی ها، به ویژه کوموربیدیتی های روانپزشکی باشه. یعنی اگه فردی مثلا افسرده هسته، شما هر کاری هم بکنید نمیتونید این رو نجاتش بدید، من اینکه حواستون به اون بیماری پایه‌ایش باشه، اون رو درمان بکنید. بعد حالا میگه بازگیری طبی، منظور همون درمان‌های سم‌زدایی هستش. اگر شما بخواید به عنوان یک درمان حسابش بکنید، تنها برای مراحل اولیه هستش و ورود به درمان‌های نگهدارنده امروز براش ارزش قائل هستن. یعنی سم‌زدایی وقتی ارزش داره، وقتی کار کرده درمانی داره که شما بگید خب این برای این هستش که فرد رو وارد یک درمان نگهدارنده طولانی مدت بکنید. خب اینا هم همون چیزی که گفتم دیگه. میگیم درمان کیور ما نداریم،
کیور نداریم، بهبود نداریم، ما میتونیم شرایط رو منیج بکنیم. اکیوت کیرها یعنی اون مدل هایی که سمزدایی یا کاهش عرضه هستن اصالتی ندارن، فقط میتونن مدیریت اون ویدراوال منیجمنت یا علامه ترک رو بکنن، اوتکامش هم زیاد خوب نیستش. میگه یک درمان مناسب مداخلات دارویی و غیر دارویی داره، اما یادمون باشه مداخلات دارویی اگر وجود نداشته باشه مداخلات غیر دارویی اونقدرها تاثیرگذار نیست. ماندگاری در درمان یکی از اصول پایه‌ای هستش که ما به عنوان یک موفقیت قلمدادش میکنیم. حالا اینا اسلایدهای بعدی رو گذاشتم و در موردش صحبت کم کردیم. بذارید اینا رو بگذاریم. میگه مثلا یک درمان مفید چی هست، چون یواش یواش داره زمانمون هم تموم میشه. این هرم شواهد علمیه. ببینید بعدن که حالا اگر شما وارد این فیلد بشید و علاقه‌مند بشید، وقتی میخواید یه نقل قول بکنید، بچه‌ها استاندارد بین‌المللیش این هستش که آقا اگه میخواید یه چیزی بگید که آقا یک بحث علمی است، سیستماتیک ریویو از همه ارزش یا اوییدنس بیشتری به حساب میاد. بعد RCT ها هستن، NRCT ها هستن. در ته این پایه اینجا میتونید مثلا بگید نظریه افراد اکسپرت. چون این اکسپرت هم مثلا چه میدونم استاد رزاقی مثلا میگه چه میدونم ولکوف مثلا همچین حرفی میزنه، این مثلا یک فرد اکسپرت هستش. خب بذارید از اینا بگذریم یه مقدار. این فقط اسلاید گذاشتم براتون حواستون باشه ما یک مرز مشترک مرز مشخصی بین مواد نداریم. اینطوری نیست که بگیم مثلا توهمزاها مثلا چه میدونم مثلا ماجیک ماشروم جزء توهمزاها هستش، فقط 6 جزء اینها هستش. مثلا محرک ها مثلا شیشه فقط محرک هستش، نه، ممکنه متامفتامین یا شیشه در بعضی از دوزها بیاد توهمزایی ایجاد بکنه. چه میدونم کانابیس ممکنه یک مقدار محرک باشه. یعنی یک مرز مشترک، مرز مشخصی بین مواد مختلف ما نداریم. اینو حواستون باشه. بعضی از مواد مثلا محرک ها که متامفتامین هست در اصل یک محرک هست، اما عوارض اون ممکنه توهم و هذیان باشه که میره جزء دسته توهمزا. اتفاقا وقتی عوارض اتفاق میفته اون قضیه اون مصرف ماده بد و بدتر شده. خب تا اینجا سوالی نیست؟ من 10 دقیقه رو دیگه در خدمتتون هستم. سریع میخوام اینا رو رد بشم. خب بذارید عوامل تاثیرگذار در اختلال اعتیادی سریع براتون بگم. ببینید یه عوامل ماکرو داریم یا اکسترنال داریم خارجی، عوامل اینترنال یا میکرو داریم. عواملی که بالا هستند یا عوامل اکسترنال مثل در دسترس بودن، شرایط زمانی مکانی، اینها در شروع اختلال اعتیادی خیلی مهم هستند. مهمترین عامل در شروع اختلال اعتیادی در دسترس بودن اون است. اما عواملی که میایم به سمت پایین مثل کوموربیدیتی ها، مثلا کاگنیشنش، مثل پرسونالیتی، مثل استرس، مثل ژنتیک، اینها در تداوم رفتار اعتیادی موثر هستند. یعنی اگر یک فردی که ژنتیکش مناسب اعتیاد هست یا مثلا یک بیماری زمینه‌ای روانپزشکی داره، مثل یک ADHD مثلا بزرگسالان، این اگر شروع به مصرف ماده بکنه در آوردنش از اختلال اعتیادی خیلی سخت هستش. این میخواد این جدول این رو بگه، ولی این رو بدونید خیلی عوامل تاثیرگذار زیادی در اختلالات اعتیادی وجود دارند. اختلال اعتیادی یک پدیده اجتماعی هستش که مالتی فاکتوریال هستش. شما نمیتونید این رو خطی حساب بکنید. اگر خطی حساب بکنید اعتیاد رو، راه رو به غلط رفتید و اتفاقی که میفته همین تصمیم گیری های غلطی هستش که تو خیلی از موارد شاهدش هستید. بذارید من چند تا از درمان‌های دارویی رو براتون بگم. اینجا مثلا اومدم تو قسمت بعدی براتون، در وقتمون دیگه تمام تقریبا شده، درمان‌های دارویی رو براتون گذاشتم. مثلا نیکوتین رو گذاشتم. یه دو تاشو من براتون اینجا میخوام توضیح بدم. 2 تا نسخه دارویی. حالا ببین اینها چیزی هستش که در کنار اون نسخه اصلی معمولا استفاده میکنید. آدامس و چه میدونم لوزنجا و تبلت های نیکوتین، یا اینا بهشون میگن نیکوتین ریپلیسمنت تراپی. ولی اگر بخواید یک درمان دارویی نام ببرید، بوپروپیون میتونه یک درمان دارویی مناسب باشه. یک بوپروپیون که FDA اپروو هم هست اتفاقا و
مکانیزم های حالا مختلفی اینجا براتون آورده، نمیخوام اصلا وارد چیز بشید، وارد بیولوژیش بشید. خب یک مسئله ای که بود میگفتن سکشوال دیسفانکشن ایجاد میکنه، مطالعات نشون دادش که بوپروپیون سکشوال دیسفانکشن ایجاد نمیکنه، بنابراین درمان مناسبی میتونه باشه. میگه معمولا با دوز چقدر شروع میکنیم؟ با دوز 150 میلی گرم شروع میکنیم. بذارید اینجا میگه نیکوتین رو با یک دوز 150 میلی گرم یک بار در روز میتونید بوپروپیون رو با دوز 150 میلی گرم یک بار در روز میتونید شروع بکنید. بعد میتونید این رو افزایش بدید به 2 بار در روز و میگه بیشترین دوزی هم که میتونید در یک روز بدید برای یک فردی که داره سیگار مصرف میکنه 300 تا 300 میلی گرم هستش. بهتره یادتون باشه. فرهنا صدا نداره، بقیه دوستان صدا دارن؟ فرهنا احتمالاً سیستم مشکل داره. میگه بهتره 1 تا 2 هفته قبل از اینکه فرد قطع بکنه مصرف سیگار رو شما مصرف بوپروپیون رو داشته باشید. بنابراین 300 میلی گرم در روز میتونید به فردی که مصرف کننده هستش بدید. آیا اینو تقریبا تا 1 سال هم میشه بدید. من خودم حقیقتش تو فردی که میاد این رو میدم. حالا از این اسلایدهای دیگه هم بگذریم. پس این بوپروپیون رو داشته باشید کنار تا برسیم به وارنیکلین. وارنیکلین هم که به رسپتورها بایند میشه، افینیتی بالایی داره به عنوان یک آگونیست به رسپتورهای نیکوتینی و کاری که میکنه این هستش که میگه 43.9% اینها ماندگاریشون از بوپروپیون بیشتر هستش. افرادی که شروع میکنن آمار بیاد بگذریم، روش مصرف رو براتون بگم. بوپروپیون زیاد نیاز به تیپر نداره. بعضی وقتا این فرد این دارو رو اصلا میدید بهش بمونه، میارید 150 میکنید و میذارید کنار، تیپر آنچنانی نمیخواد. این داره یک رژیم درمانی در مورد وارنیکلین میگه میتونید در روز یکم تا سوم نیم میلی گرم در روز بدید، یعنی نصف یک قرص وارنیکلین بدید. روز چهارم تا هفتم میتونید نیم میلی گرم صبح بدید، نیم میلی گرم عصر بدید یا 2 بار در روز بدید. در نهایت از روز هشتم به بعد بعضیا تا آخر درمان 1 میلی صبح میدن، 1 میلی عصر میدن. اما اگه دیدید یک مقدار عوارض مثلا این رو داره، عوارض گوارشیش زیاد هست، معمولا این رو داره، میتونید مثلا مثلا 1 میلی صبح بدید، نیم میلی عصر بدید. بعد از مثلا 3 روز 4 روز بکنید یکش بکنید. این هم یک سیستم درمانی هستش. خوبی که وارنیکلین داره این هستش که میتونید از همین امروز شروع کنید به دادن و بگید قطعش بکنید، معمولا موفق هستش. حالا اگر این رو بیاید با این اسلاید چی داره میگه اینو میتونید قاطیش بکنید با درمان‌های جایگزین دیگه. میگه عوارضی که داره معمولا عوارض جی آی هستش که تهوع، استفراغ و سردرد یک مقدار عوارض چیزش هستن. میگه میتونید وارنیکلین رو 1 هفته قبل هم بدید، اما میتونید همزمان با قطع دارو هم این رو به فرد بدید. اگر دید عوارض گوارشیش زیاد هستش میتونید همراه با غذا و آب مصرف بکنه یا دوز رو یه ذره تعدیل بکنید و با بوپروپیون خیلی خوب جواب میدن. مثلا بوپروپیون رو 2 هفته قبل شروع میکنید، بعد از روزی که میخواد قطع بکنه وارنیکلین رو بهش میدید. این کلیت این چیز بودش. مهمترین داروهایی هم که در ترک سیگار هستن همین داروها هستن که عرض کردم خدمتتون. در مورد الکل هم بذارید چند تا اسلاید رو براتون توضیح بدم و بعدش جلسه رو تموم کنیم. مهتاب فکر کنم کار داره، میخواد بره به کارش برسه. یکی این اسلاید به نظر من خیلی مهم هستش که داره میگه ببین عوارض ویدراوال. ببین اول یادتون باشه الکل از معدود موادی هستش که اگر بخواد فرد بذاره کنار عوارض ممکنه براش بذاره. عوارض مثلا سیجر هستش، دیلیریوم ترمنس هستش، هالوسینیشن هستش. حالا اینا تا کی عوارض ویدراوال سیندروم اون حادش هستش؟ تا 2 هفته، معمولا 14 روز. معمولا بعد از روز دهم دیگه عوارض آنچنانی ندارن. اما باید بدونید توالی اینها به چه صورت است. مثلا میبینید سیجر از لحظه‌ای که طرف قطع میکنه الکل رو ممکنه دچار سیجر بشه. حالا نهایتاً بیشتر میزانش تا 24 ساعت هستش. دیلیریوم مثلا از 48 ساعت بعد تا ممکنه مثلا چه میدونم روز پنجم خیلی تاثیرش زیادتر باشه. اما یادمون باشه درمان یا گلد استاندارد درمان در مورد الکل چی هستش؟ بنزودیازپین ها هستن. چه بنزودیازپینی خیلی خیلی روش کار کردن؟ بنزودیازپینی که
کلوردیاسپوکساید هستش، خیلی اثر بخشی بالایی است. اینم همون جدولی است که اونجا براتون گذاشته بود. خب چه افرادی رو میتونید سرپایی درمان کنید؟ بهتر هستش بگیم که چه افرادی رو نمیتونید سرپایی درمان کنید. اگه فرد سنش زیاد هستش، اگه میبینید یک پسیستوری داره از دلیریوم یا تشنج‌هایی به دنبال ترک الکل، اگر شرایط و ارزیابی نشون میده که علائم ترکش خیلی شدید هستش، کوموربیدیتی‌های مدیکال داره یا سرجیکال داره، دهیدره هستش، خیلی فرد نمیتونه هیدرته کنه، الکترولیتاش دچار اخلال هستن و بیماری‌های مثلا مربوط به سیستم مغز و اعصاب، اینها معمولا شما باید بفرستید یک سیستم درمانی، یک سیستم سیستم بستری برای این کار انجام بده. اما یه رژیم دارویی برای الکل براتون اینجا گذاشتم که حالا یادم نیست برای کدوم مؤسسه هستش، ولی یه رژیم جالبی هستش. میگه شما میتونید 25 میلی گرم کپسول رو 25 میلی گرم کلوردیاسپوکساید بدید به فرد و اینو کم کم زیادش بکنید تا همونطور که گفتم بهترین بنزودیازپین کلوردیاسپوکساید بودش. دوز منقسمش رو 3 بار در روز شما باید انجام بدید. میگه بهتر هستش درمانهای بنزودیازپینی بیشتر از 10 روز تجاوز نکنند. یادتون هستش که بیشتر علائم ما مربوط به اون 10 تا 14 روز اول بودش. این باعث میشه هم علائم محرومیت رو پوشش بدیم، همین که از تشنج فرد جلوگیری بکنیم. یه رژیم درمانی دیگه دیازپام هستش که برای 5 6 روز اول هست. میگه دیازپام رو 10 میلی گرم کیو آی دی میدی روز اول، روز دوم 10 میلی گرم کیو آی دی، روز سوم 5 میلی کیو آی دی و همینطور میاد تا روز پنجم ششم که شما 5 میلی گرم بی دی بهش میدی. بعد از اونم پی آر ان براش میذاری. بنابراین یادمون هستش بنزودیازپین ها گل استاندارد درمان هستن، کلوردیاسپوکساید بهترین نوع درمان هستش. بذارید بیایم از اینا بگذریم. حالا معمولا اینطوریه، ولی شما توصیه نمی‌کنید بذارش کنار یه دفعه. ولی وقتی وارنیکلین استفاده کنید معمولا خودشون میذارن کنار. نه محمد اینطوری هم نیستش، اینا خب مصرف کننده هستن، یه مقدار فرق دارن با افراد عادی. خب درمان‌های این فاز حادش رو تموم کردیم، میایم وارد فاز مینتیننسش میشه. چند تا دارو هستش که مصرف میشه؟ معمولا 5 تاست: نالتروکسان، آکامپروسات، دیسولفیران، گاباپنتین، توپیرامان. سه تای اول FDA اپروو دارن. خیلی درمانی که الان روش دارن مانور میرن نالتروکسان هست. نالتروکسان های مخصوصا آهسته رهش. یعنی چی؟ یعنی یه تزریق عضلانی انجام میده، 380 میلی گرم نالتروکسان بهش میزنیم و این برای 1 ماه تا حالا 21 2 روز تا 1 ماه تاثیرگذار هستش. تا کی میشه این رو استفاده کرد؟ حقیقتش چیزی که داره اتفاق میفته تا 1 سال معمولا این رو انجام میدن، ولی در زمانهای بیشتر هم من مقالاتی دیدم که هستش. از آکامپروسات و دیسولفیرام راحت تر هستش. نالتروکسان رو میشه حالا با گاباپنتین و توپیرامات هم حتی بعضی وقتا ترکیب کرده است. یه چند تا اسلاید هم برای هشیش براتون گذاشتم و برای هشیش براتون گذاشتم که حالا اونها رو هم اگر تمایل داشتید یه نگاهی بندازید. به صورت کامل این چیزا رو براتون گذاشته و ساعت ما حقیقتش تموم شد. امیدوارم من روی این حالا قسمت درمانیش خیلی تأکیدی نداشتم من، ولی چیزی که برام مهم بود این بودش که شما اصول اولیه درمان رو یاد بگیرید. این که بدونید که اختلالات اعتیادی به چه صورت هستن. اگه شما یک زبان مشترک پیدا بکنید به هر حال براتون تاثیرگذار است. اینا رابطه‌های ارتباطی با منه. اون شماره واتساپ هم اگه سوالی داشتید، اون ایمیل همه، اون یکی هم فکر کنم اینستاگرام هم بچه‌ها گذاشتن اینجا. امیدوارم براتون مفید فایده بوده باشه و تو این راه هم موفق باشید. فیلد جذابی هستش ولی باید بتونید نوآوری‌های جدید داشته باشید. اگه قرار باشه فکر کنید فقط با اینکه چند تا دارو به بیمار بدید، حالا از این راه میتونید حالا درآمدی کسب کنید، درآمدی کسب خواهید کرد، اما اون چیزی نخواهد بود که برای یک پزشک ارضا کننده باشه. بنابراین به نظر من وارد فیلدهای دیگه‌ای مثل گمبلینگ دیزوردرها، بیهیویرال ادیکشن ها، الکل، چه میدونم حالا حشیش و سیگار و اینها باید بشید. خب من دیگه سرتون رو به درد نمیارم و امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدارتون.